زی حرف پیشوا دل کامیاب است، عملهای نکویش به حساب است. بزرگان را به یاد آورده گویم، فروغ صبح دانایی کتاب است. مالکه حسنووا هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 شهر کلاب. اشتراکچی سال 5 ازمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینات ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی. خوشبختانه امسال توانستم که سزاوار نام پرشرف گیرنده شاهجایزه ازمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است را به دست آورم. 5 سال است که از دور جمهوری سزاوار جای نگشته و سزاوار جایی نمیگشتم و امسال با تیاری جدی به دور جمهوری آمدم و توانستم که شاهجایزه ازمون را به دست آورم. روند آزمون خیلی شفاف میگذشت و از جمله برای پرسش شاهجایزه اعضای حکمان خیلی سوالهای مشکل دادن، ولی من توانستم که با قدر امکان به آنها جوابهای درست دهم. برای آماده شدن به این آزمون استادان گرامی قدرم نجم‌الدین آشادیگل و جهانگیرشاه رستمشاه به من دستور میدادند که چه کتاب‌ها رو مطالعه نمایم، چه شعرها را خوانم و دیگران. میخواستم میانه‌داری خود را به سرپرست این آزمون، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان سازم که برای ما جوانان و نورسان چنین آزمون‌ها را تشکیل نمودند.